ای بخشنده ترین مادر بزرگ، روحت در آرامش باشد. تو قبیله ما را هدایت کردی و امپراتوری گوگوریو را با جمونگ شیردل بنا نهادی. چی کار کردم که مستحق این ظلمم؟ منم پسرتم پدر. من یوگا هستم. منم پسرتم. برادر ناتنی هرگز برادر آدم نمیشه. روزی که به تخت پادشاهی برسی باید یوگو رو به هر شکلی شده از بین ببری. یوگو هیچگاه تهدیدی برای ولیعهد نبوده و نیست. تا همینجا هم با این تبعید دردای زیادی رو متحمل شد. 38 سال از زمانی میگذره که بیریو به ناحق در جایگاهی که متعلق به من نشسته، در آرزوی خاتمه دادن به این بی آبرویی بزرگ بودم.